الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله و اصحابه اجمعین. حاضرین عزیز، مخلصای عزیز و بینندگان گرامی و عزیزان که چه در داخل چه در خارج از طریق صفحات بیننده و تعقیب کننده درسای ما بودین، موفق و مایت باشین. دو دعا را که در احادیث ای دعاها نقل شده آمده و یک طریقه خصوصیت برش علما بیان کرده، با شما ما خواهش میگیرم. اگر کسی قلب سالم، دلش همیشه قلبش سالم بمانه، علمش فایده‌مند باشه، در جامعه علمش سودمند و فایده‌مند باشه، قلبش همیشه سالم، از کینه، کدورت، بغض، عداوت پاک باشه، قلب باغینا داشته باشه، دل آرام داشته باشه، نفسش قانع باشه، در امورات زندگی قناعت بکنه و دعایش هم قبول شوه، این دعا را باید بخونه. اگر کسی قلبش سالم بمانه از امراض، اگر میخواه علمش فایدش به ملت برسه، بسیار دانشمند است، بسیار علما است، بسیار اساتید است، ولیکن از علمش کسی فایده نگرفته، همونطور که با داشتن خزانه علمی زیر خاک رفته. اگر قلبتان سالم بمانه، علمتان با منفعت باشه، سودمند باشه، فایده‌مند باشه، نفستان قناعت بکنه. این نفسا قناعت نمیکنه که ما از مردم میخوریم، و دعاهایتان قبول شوه، دعایتان یکی به یک قبول شوه، خواستین اگر دعا قبول شوه، این دعا را باز بخوان، الله دعایتان قبول میکنه، نفستان قانع میکنه، علمتان همیشه خوانده برو، برکت دعا سودمند میگردانه. اللهم اینی اعوذ بک من قلب اگر تجویدی میخوانین، لا یخشع، و من دعاء لا يسمع، و من نفس لا تشبع، و من علم لا ينفع، اعوذ بك من هؤلاء الاربع. متوجه هستین؟ این دعا عربی شمیست. اللهم اینی اعوذ بك من قلب لا يخشع، که حرکت دار بخوانی، و من دعاء لا يسمع، و من نفس لا تسمع، و من علم لا ينفع، اعوذ بك من هؤلاء الاربع. این را بخورین، قلبتان برکت دعا الله سالمند میگردانه، علمت سودمند میگردانه، دعایت استجابت و دعایت الله متعال قبول میکنه. یک دعا. دوم، اگر کسی بخواه که ذلیل نشه در میان مردم، خار نشه در میان مردم، شکست در زندگیش مواجه نشه، رسوا نشه، رشخند نشه، خجالت نشه و همیشه سربلند، با وقار، با عزت زندگی بکنه، این دعا را باید بخونه. در میان مردم ذلیل نشه، خار نشه و همیشه عزت حاصل کنه، این دعا را بخونه که با عزت، با وقار، با شان، با شوکت، با مروت، با انسانیت الله برات زندگی میته. این دعا را همیشه ذکر بکن. اللهم اینی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة و اعوذ بک من ان اظلم او اظلم. این دعا را بخونید. اللهم اینی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة و اعوذ بک من ان اظلم او اظلم. این دعا شما را از مظلومیت میکشه، از ضلالت میکشه، در بین مردم با قد و قامت بلند الله استوارتان میگردانه. این دو دعا، این دو خصوصیت بود که در شما اشاره کردم. الله متعال زبان ذاکر و گویا در همین دعاهای خوب و ویژه به ما شما نصیب بگردانه.